من سلام میکنم خدمت رئیس جمهور محدودمون، چون همیشه شما محدودید. من سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم از این که تونستم در معیت شما باشم. من همین که وارد سالن شدم بوی احمدی نژادی منو گرفت. حجت جان اون تهویه مطبوع روشن کن. خیلی متشکرم. من سوالم در رابطه با قطعنامه ها بود. میخواستم بدونم که وقتی شما خبر قطعنامه ها رو شنیدید چه احساسی بهتون دست داد؟ واقعا من احساسی باورم این بود که دیگه باتریت خالیه. اصلا این ماهیچه های سینه تنفس رو یاری نمی‌کرد. اشاره کردید به خالی شدن باتری هاتون. من داداشم باتری سازه، اگر موافق باشین باتریتون رو در بیاریم بذاریم زیر شاش. سلام، از واحد مرکزی ددر هستم. من یه خبرنگار دیگه هستم. این تشابه قیافه یه چیز اتفاقیه، خدا دادیه، نمیدونم. حالا خواستم، شما صحبت از ماهیچه کردید، من می‌خواستم رو همین ماهیچه هاتون سوار شم و این سوالو بکنم که شما در سفرهای استانی من شنیدم که پرسینه زیاد میزنید. می‌خواستم بدونم که زیر وزن 200 کیلو شما چه احساسی دارید؟ یعنی ماهیچه هاتون چه وضعیتی دارن؟ بله بالاخره ماهیچه ها ممکنه خسته بشه ولی مجبور همراهی کنه. خیلی متشکرم از جواب موجز و کوتاهی که به من دادید. از طرف من به ماهیچه هاتون سلام برسونید و عرض خسته نباشید بکنید. من خواستم بدونم که از خودم از واحد مرکزی خطر هستم و میخواستم بدونم که این مقام عظما که اینقدر مصرفشون بالاست، خواستم بدونم تئوریشون چیه؟ یعنی چی میگن در رابطه با هزینه مصرفشون؟ من پول دارم، هر چقدر دلم میخوام مصرف کنم. حرف درستی میزنن. اگه ما هم همچین پولی داشتیم الان توپ شق و رق جنات وایستاده بودن. من خبرگزاری سرزیر بغل مزاحمتون میشم. یکی از ویژگی‌های برجسته شما که شما رو از بقیه رئیس جمهورهای دنیا متمایز میکنه اینه که این هیکل گلدونیتون، عضلات پیچ در پیچتون و تو این سفرهای استانی میبینید که مشکلی که شما دارید اینه که از درتون نمیرید. میخواستم بدونم که شما چه تدبیری واسه این ماهیچه و عضلا اندیشیده؟ باید ریزتر بشی. دیگه این ریزتر که بشی چی ازت نمونه، نفله ریز میبینم. آقای احمدی نژاد سلام علیکم. میخواستم بدونم که این شایعه درسته که میگن قرار شما تا سال 2010 آدم بشی؟ این یه دروغ بزرگه. خب برای چی میگن این آقا نبی؟ ببینید بعضی ها ممکنه این حرف رو میشنون باور کنن. خب اونایی که حرفا رو باور میکنه عجب آدم های منگولی هنو و اینا و اونا و خب نبی. خیار تنبل، کدو تنبل. میخواستم بدانم که این وقتی که از این دانشگاه پلی‌تکنیک مینداختنت و آوردنگی بیرون چه احساسی داشتن؟ یعنی به سختی جلو خودم رو میگرفتم که تو دنیا منعکس بشه آقا رئیس جمهور رو گریه میکنه. ولی میشستم گریه میکردم. واقعا من به لحاظ خودم و از درون کوبیده میشدم. ای کاش یه نون سنگک اونجا بود، همونجا یه لقمه چفت میکردم، گوش کوبیدت رو میخوردم وقتی کوبیدت رو یه سوال ازت میکنم درست درمون جواب بدی. درست درمون. اعصاب ندارم اینجا. مردم با آتیش زدن پمبنزینا با چیکار کردن؟ اشک ما رو مردم جاری کردن. اصلا بی اختیار من گریه میکردم. الان که داری گریه میکنی فردا باید خون گریه کنی، میفهمی یا نه؟ با اجازت. بده. بذار. متشکرم. دو تا کلمه حرف حساب. من واسه این اومدم که یه چک افسری بخوابونم تو گوشت. بگو میشه یا نمیشه؟ میشه؟ نمیشه. پس من چیکار کنم؟ اینو برش دار. کدوم؟ اونو بردارم؟ اومدم. اینو بردار. اینو میگی؟ عیاد چیز خوششسته. ببین میخوام از طرف خودم، خانواده‌ام و تمامی استانهایی که بهشون مسافرت کردی یه برنامه هیجانی تقدیم کنم به همه مطبوعات. اگه آماده باشی من آماده‌ام.